الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونسی روانم، به یاد تو نیست بر زبانم. عرض سلام و درود خدمت بیننده ها و شنونده های عزیز و ارجمند. خوشحال و خرسند هستم شما را با خود دارم و سپاسگزار هستم که بیننده و شنونده برنامه ما هستیم. دوستای عزیز، صحبت ما در ارتباط مبحث سومی برنامه زیبا اسلام و فطرت در فصل دوم که ما مبحث اولمان در الگوهای هدایت شمائل رسول الله علیه السلام بود. مبحث دوم 4 خلیفه اسلام و 4 یار رسول الله علیه السلام بود. در مبحث سوم از 4 ائمه گرامی اسلام صحبت های داشتیم که ما در مبحث سوم در ائمه امام 4 اسلام که احمد ابن حنبل رحمه الله یکی از مؤسسین و بنیانگذار مذهب حنبلی که مذهب 4 اسلام است قرار داریم. دوستای عزیز، بدون شک مبحث الگوهای هدایت اینها یکی از مهمترین اهدافشان و یکی از اساسی ترین اهداف این برنامه اتخاذ و انتخاب یکی از این الگوهاست به عنوان پیرو، به عنوان پیشوا، به عنوان رهبر، چون قلب انسان در اختیار انسان نیست. وقتی یک امام از امامهای اسلام و یا یکی از الگوهای هدایت، یکی از الگوهای شایسته، وقتی حرکتشان، وقتی گفتارشان خوش انسان میه، بدون شک انسان دنبالشان میکنه، تعقیبشان میکنه. وقتی دنبال کردیم، تعقیب کردیم، پیروی کردیم، پس حتما شخصیت از اونا بر بالای شخصیت ما تأثیرات مثبت میگذاره. ما هم یک شخصی با شخصیت میباشیم در جامعه و نام خود را، تاریخ خود را حفظ میکنیم. پس تلاش ما به این بوده باشه که تنها تمرکز ما در بود تاریخی این امامای مسلمین نباشه، باید از زندگی از اینا، از رفتار از اینا، از گفتار از اینا، چرا اینا امام دنیا شدن. یکیش امام فقه میشه، دیگهش امام حدیث میشه، دیگهش امام تقوا میشه، دیگهش امام زهد میشه، دیگهش امام علم میشه، دیگهش امام معرفت میشه. اینها حتما یک خصوصیتی داشتن. پس وقتی از اون خصوصیت ها صحبت میشه، پس بدون شک ما هم کوشش میکنیم که دنبال بکنیم اون خصوصیت و اون مواصفات نیک را در زندگی عملی و در زندگی اجتماعی خود و در زندگی انفرادی خود و خانوادگی خود. بر صورت دوست عزیز، داشتن الگوها و داشتن رهنما در زندگی هر مسلمان بدون شک یکی از مهمترین دساتیر اسلام است. در که آیه مبارکه‌ای که صحبتمان به او آغاز میشه، الله متعال میگه از خدا بترسین و برای خود دوستی خوب انتخاب کنین و در کنار انسان‌های صادق باشین، انسان‌های نیک باشین. خب انسان‌های نیک یا به شکل فیزیکی حضور می داشته باشن، ما در مجالسشان میریم، مهمانشان میکنیم، مهمانشان میشیم، در اجتماع با اونها می باشیم، یا هم حضور معنوی می داشته باشه، از کتاب‌هایشان استفاده میکنیم، تاریخشان میخوانیم. پس اینا هم یکی از همنشینای ما، یکی از دوستای ماست. بسیاری از افرادی که در جامعه تاثیرگذار بودن، اونها حتما تحت تاثیر یک از افراد شایسته رفتن. یک کس حافظ قرآن میشه، وقتی بپرسی چرا حافظ شدی، میگه یکی از استادای ما، یکی از حفاظ عزیز ما، سخنشان و صدای زیبایشان، صدای رسایشان طنین انداز بود. بالاخره ما وقتی گوش کردیم، در عقبش اقتدا کردیم، بالای ما هم تاثیر کرد. یک کس وقتی دعوتگر میشه، ازش بپرسی، میگه والا یک برادر دعوتگر ما بسیار شخص نیک بود، وقتی مرا دعوت کرد قلبم در قلبم پذیرش آورد، بالاخره من خواستم دعوتگر شم. ببینین هر تغییرات مثبت در زندگی توسط یک فرد به وجود میاد.
پس ما اگر افراد شایسته را در کنار خود داشته باشیم، شخصیت های ممتازی را داشته باشیم، پس حتما ما هم ممتاز میشیم. پس این یکی از مهمترین نیاز فطری ماست از تولد تا وفات، که ما باید به اطفال خود همچنین شخصایی را انتخاب کنیم، به جوانهای خود، به نوجوانهای خود، به خواهرای خود، به مادرای خود، به هر قشری باید ما انسانهای بسیار عالی را انتخاب کنیم. به هر حال انشاءالله صحبت ما در ارتباط الگوهای ادامه داره. مبحث سیوم است. ما انشاءالله 5 مبحث داریم در این فصل که مبحث 4 ما ائمه حدیث خود بود. 6 کتاب مشهور حدیث خدمتتان به معرفی خود گرفتیم و در مبحث 5 از ائمه معاصر کوشش میکنیم در ائمه معاصر برخی از شخصیت های ممتازی از قشر نسوان را هم خدمتتان به معرفی بگیریم تا مادرها و خواهرها هم بدانند که ما چنین شخصیت های بسیار برازنده ای را در طول تاریخ داشتیم که خیلی منشأ و مرجع تغییرات مثبت شدند در جامعه خود، در خانواده خود و بالاخره تانستند تاریخی را رقم بزنند که سبب افتخار اسلام شود. بالاخره دوست عزیز، بعد از امام مالک ابن انس و امام ابو حنیفه و امام شافعی محمد ابن ادریس رسیدیم به ائمه چهارم، به امام چهارم ما حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله، شخصی که یکی از شاگردان ممتاز امام شافعی رحمه الله است که در موردش میگه که من متقی‌تر در عراق از امام احمد ندیدم. در مورد شاگرد خود میگم. امام احمد ابن حنبل یکی از حفاظ حدیث است و حافظه خیلی قوی داره و شخصی است که معروف و مشهور است به اخلاق نیک و تواضع در میان ائمه اسلام. کتاب مشهوری داره به نام مسند احمد که کتاب حدیث است و یکی از کتاب‌های معتبر در علم حدیث و مرجع برای محدثین است. امام احمد ملقب به ابو عبدالله یا ابو صالح که مشهورتر به ابو عبدالله است. احمد ابن محمد ابن حنبل در 3 سالگی پدر خود را از دست میده، پدرش وفات میکنه، یعنی در سن 3 سالگی فقیر یتیم میشه و یتیم رشد میکنه و همزمان فقیر هم میباشه. 2 امامی را که خدمتتان معرفی کردم قبل از امام شافعی، امام مالک و امام ابو حنیفه که اینا هر دو ثری بودن، یعنی سرمایه‌دار بودن، و 2 امام بعدی که امام شافعی امام احمد ابن حنبل است، اینا فقرا بودن. پس معیار تقوا سرمایه و یا فقر نبودن، معیار علم، معیار دانش، معیار فقاهت، معیار علم اینا پول و سرمایه نبوده، بلکه جد و جهد، تلاش و زحمت شبانه روزی بوده. پس زیاد شخصی فقیر ولی کسی که همیشه به سر و صورت و لباس خود میرسید، سر و صورت خیلی زیبا و آراسته داشت. پس فقیر بودن دلیل برای منتن بودن نیست، دلیل برای چرکین بودن و بدبو بودن نیست که کس بگه من ندارم که لباس خوب بپوشم. وقتی نداری لباس خوب بپوشی، حداقل لباس پاک بپوش، لباس آراسته و سر و صورت زیبا داشته باش. احمد ابن محمد ابن حنبل یکی از ائمه 4گانه اسلام در سال 40 سالگی، یعنی در عمر 40 سالگی ازدواج میکنه با خانمی به نام عباسه بنت الفضل و فرزندی به نام صالح به دنیا میاره. 30 سال با امام احمد ابن حنبل این خانم زندگی میکنه. در مدت 30 سال که تقریبا در 40 سالگی عروسی کرد و 30 سال به او بود که 70 سال عمر امام میرسه. این خانمش در نکاحش است و در مدت 30 سال بین این خانم و این شوهر 2 کلمه هم منفی رد و بدل نمیشه و همیشه از الله خود دعا بکنیم اللهم ارزقنا زوجا صالحا، الله به ما همسر صالح نصیب بکنه. و همسر نیک بزرگترین نعمت الهی است که در تفسیر این آیه مبارک حضرت عبدالله بن مسعود صاحب میگه
اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، یا الله در دنیا برای ما نیکی نصیب بکو. و مراد از اون نیکی حسنه چی هست؟ زن نیک است. و فی الاخرت حسنه، در آخرت زن نیک که حور عین است. و قنا عذاب النار، یا الله از آتش دوزخ ما را نجات بده. او آتش دوزخ زنی بد است. پس یکی از تفاسیر این آیت در قاموس شریعت زن نیک و زن بد است. پس حضرت امام احمد همسری داشت که 30 سال در میان امام و همسرش 2 کلمه منفی رد و بدل نمیشه. پس الله با همه ما همسری نیک و شایسته نصیب بکنه. همسری که مواصفات نیک داره، مواصفات عالی داره، اینها در اوائل انتخاب میشن. مهمترین مواصفاتش دین است. بود دینی بالاتر از بود مادی و بود مالی و بود به اصطلاح حسب و نسب و جمال زن است. درست است که زن یعنی انتخاب میشه به یک از صفات، یا به خاطر پول، یا به خاطر زیبایی، یا به خاطر حسب. اما پیغمبر بود چهارم که دین است تاکید میکنه و تمرکز میبخشه که باید زن دیندار انتخاب کرد. فاصفر بذات دین تریبت یداک، دستایت به خاک آلوده باد، زن دیندار جستجو بکو و انتخاب بکو اگر میخوای موفق شوی، اگر میخوای خوشبخت شوی. بله تمام مواصفات نیاز است، لکن جانب دینداریش اهم است و ضرورت است که باید زن دیندار انتخاب بکنیم. پس امام در 30 سال با خانمش 2 کلمه منفی هم رد و بدل نمیکنه. این خودش بیانگری عظمت تشکیل این خانواده هست که اینا تانستن موفق شون، هم محدث، هم مفسر، هم بهترین فرزندانی را به جامعه اسلامی تقدیم بکنند. پس اینجا میخوایم یک نکته را خدمت خواهرها و مادرای خود اشاره بکنم. یکی از همسرا 40 سال 50 سال با شوهر خود، یکی از خانم ها زندگی میکنه، ولی میتونه در 40-50 سال خوشبخت باشن و هرگز در میانشان کشیدگی پیدا نشه. وقتی ازش میپرسه که علت موفقیت یا رمز موفقیت شما چیست، میگه هرگاه شوهرم عصبانی میشد لحظاتی سکوت میکرد. پس این رمز موفقیت هر خانم میتونه خیلی به سادگی چی بکنه، در زندگی خود عملی بکنه و لحظاتی که شوهر عصبانی میشه، تند میشه، بالاخره قار میشه، خشمگین میشه، سکوت بکنه. نهایتش 10 دقیقه، 15 دقیقه، برو 20 دقیقه. 20 دقیقه سکوت میکردم، بعد از 20 دقیقه چی میگفتم برای میخندید. به این خاطر متانستم تا 50 سال بین ما و شوهرم 2 گپ منفی رد و بدل نشود. چرا مردا همیشه عصبانیت خود با سکوت و زنها با گفتگو حل میکنه. وقتی مرد عصبانی شد باش گفتگو نکنین، بگذارین لحظات عصبانیتش با سکوت حل بکنه. در وقت عصبانیت او را به سخن نیارین تا اینکه بدتر و یا هم عصبانیت شدیدتر شوه و خدا نخواسته لفظ طلاق به کار ببره و بعد در بدر مردم بگرده و زنم بگرده که والا چطور شد که من طلاق دادم. پس به این خواهرای عزیز در هنگام عصبانیت 20 دقیقه 15 دقیقه سکوت بکنین. بعد از او هر چی که خواستین دلتان خالی کنین. خب نباید چیزی بگین. خب باز اگر خیلی هم گرم آمده بودین، بعد از فروکش کردن عصبانیت مرد عصبانیت خود کم کنین. پس اینجا اشاره به این بود که خانم امام احمد ابن حنبل به نام عباسه بنت الفضل 30 سال با شوهرش اصلا اینا بینش خود اختلاف منفی نداشتن. اختلاف امر طبیعی است، وجود می داشته باشه، لکن کمال در نحوی مدیریت این اختلاف است. خب بالاخره از این خداوند برش فرزند صالح را نصیب میکنه به نام صالح. نام فرزندم صالح است، واقعا صالح است. بعد از وفات عباسه امام احمد با خانمی به نام ریحانه ازدواج میکنه که خداوند از او فرزندی به نام عبدالله میته که تمام آثار علمی پدر خود را زنده میکنه، تاریخ پدر خود زنده میکنه به نام عبدالله. خب فرزند صالحش هم صالح بود، اما عبدالله دانشمند بسیار مشهور شد که علم پدر را به امت اسلامی انتقال داد. خب بعد از اینکه امام از تعلیم فارغ میشه به تدریس میپردازه، به تدریس علم لغت، علم فقه و حدیث. در 3 بخش تخصص داشت. بالاخره به کشورهایی که سفر میکنه امام
احمد ابن حنبل به غرض جمع‌آوری علم حدیث کوفه می باشه، بصره و بغداد، مکه، مدینه، مغرب، یمن، شام، خراسان، عراق و فارس و جزیره. به این کشورها سفر میکنه. خب سفرشان هم پای پیاده می باشه. چند کشور نام گرفتیم که با پای پیاده امام احمد با وجودی که فقیر است سفر میکنه و این سفر هم سفر سیاحت نیست، سفر جمع‌آوری علم حدیث است، سفر اضافه ساختن معلومات اسلامی هست. بالاخره از علمای زیاد مستفید میشن و یگانه کسی که در مورد امام احمد ابن حنبل سخن میگه ابن کثیر رحمه الله میگه امام احمد ابن حنبل آفاق را، یعنی اطراف و اکناف عالم را به خاطر علم دین طواف کرد. یعنی به اندازه سفر کرد، به اندازه زحمت کشید در سفر که سفر پیغمبر پاره از عذاب معرفی میکنه. خب سفر او زمان با این زمان خیلی فرق میکنه. امروز سفر خیلی ساده است، خیلی بس راحتی امروز سفر صورت میگیره، ولی در زمان ائمه اسلام خب در وقت حتی وسایل خیلی عادی هم در اختیار قرار نداشت، وسایل خیلی ابتدایی هم در اختیار نبود مثل اسب و شتر و امثال از اینا، بلکه پای پیاده سفر میکردن. ولی حافظ ابن کثیر صاحب میگه امام احمد به اندازه در سفر مشقت را متحمل شد که اطراف اکناف عالم را طواف کرد به خاطر علم دین. در حفظ علم حدیث به مرتبه بسیار بلند رسید. ما یکی حافظ داریم، یکی حاکم داریم، یکی محدث داریم. محدث کسی است که در علم حدیث تخصص میگیره. امروز ما محدثین داریم لکن حافظ کم داریم. حافظ کسی است که درجهش از محدث بالاتر است. حاکم کسی است که درجهش از حافظ هم بالاتر است. حاکم کسی است که هم محدث است، هم حافظ است، هم حاکمیت داره بر علم حدیث. امام احمد ابن حنبل هم محدث بود، هم حافظ بود، هم حاکم بود. حافظه بسیار قوی داشت، وقتی حدیث میشنید عاجل حفظش میکرد. دوست عزیز، سخن از امام چهارم اسلام احمد ابن حنبل ابو عبدالله رحمه الله، شخصی که امام شافعی میگه امام احمد ابن حنبل در 8 چیز امام بودن. مثلا ما شما یک کس امام میگیم امام حدیث، یک کس امام فقه، مثلا یک کس تخصص خود در علم حدیث، یک کس تخصص خود در علم فقه، یک کس در علم نحو، یک کس در علم صرف، یک کس در منطق، یک کس در معانی و امثال از اینا به دست میاره. امام شافعی استاد امام احمد است، میگه امام احمد در 8 چیز امام بود: امام حدیث، امام فقه، امام تفسیر، امام تقوا، امام ورع، امام زهد، امام معانی. یعنی در 8 چیز امام احمد ابن حنبل امام بودن. امام احمد ابن حنبل به یک روایت حافظ 7,000 یعنی 7 لک حدیث، به یک روایت حافظ 10 لک حدیث بود. 1,000,000 حدیث حافظش بود. در پهلوی که حافظ کل قرآن کریم است، هم محدث است، هم مفسر است، هم فقیه است، قضایای بسیار کلان فقهی را از حفظ داشت، هم حافظ 10 لک حدیث است. احادیث صحیح بیشتر از 3 لک است. خب متباقی از این 7 لک احادیث ضعیف موضوعی، یعنی یک کسی که احادیث ضعیفه موضوعی را، مسند، مرسل و احادیث مرفوع، احادیث مقطوع را، احادیث مرسل را و امثال ازی که بیشتر سلسله سند و متن تقریبا به 70 میرسه، تمام از را حفظ نداشته باشه، پس تفکیک بین صحت و سقم حدیث نمیتونه. مثلا یک کس میگه یه حدیث ضعیف است، یه حدیث قوی است. از کجا میفهمه که حدیث قوی است یا حدیث ضعیف است؟ مجبور است که احادیث ضعیف و احادیث قوی را حفظ داشته باشه. اگر این احادیث ضعیف و قوی را، احادیث مقطوع، احادیث منقطع و احادیث مرسل و به اصطلاح احادیث مردود و احادیث ضعیف و احادیث مصحف و امثال از اینا را ای از حفظ نداشته باشه، پس این نمیتونه اصحاب جرح و تعدیل شود.
بس امروز یک جوان ما که 10 حدیث یاد نداره، یه حدیث ضعیف است، یه حدیث قوی است. از کجا تو میفهمی یه حدیث قوی است، یه حدیث ضعیف است؟ تو حافظ حدیث هستی نه؟ تو حاکم هستی نه؟ تو محدث هستی نه؟ خب میای چگونه میتونی قضاوت کنی؟ در صورتی که تو حافظ نیستی از کجا قضاوت میکنی؟ از کجا فیصله میکنی که حدیث که تو بیان که ضعیف است حدیث ما قوی است؟ به هر صورت دوسته عزیز، امام احمد ابن حنبل هم حافظ حدیث بود، هم حاکم حدیث بود. بر حدیث حاکمیت داشت، میتونست حدیث صحت از سقیم، یعنی حدیث ضعیف از صحیح جدا کنه. بر صورت کتابی به نام ضعفا از مولا علی قاری رحمه الله شارح بخاری است که تمام احادیث ضعیف جمع کرده. پس ما نباید از پیش خود قاضی شویم و عاجل بریم سب قضاوت کنیم بگوییم فلانی حدیث ضعیف است و بسمدانی حدیث قوی است. بریم کتابای حدیث مطالعه بکنیم، از جمله خصوصا کتاب مولا علی قاری رحمه الله کتاب ضعفا را، تا اینکه بتانیم احادیث ضعیف را از احادیث قوی جدا کنیم و بالاخره بتانیم مستند صحبت کنیم، مستدل صحبت کنیم و بیجا قضاوت نکنیم، بیجا اعتراض نکنیم. بر صورت امام 1,000,000 حدیث حافظش بود. در کتابی به نام المسند، مسند امام احمد، 30,000 حدیث توسط امام نوشته میشه. 30,000 حدیث در کتابی به نام مسند. خب در میان 30,000 بیشتر از این احادیث صحیح هستند و امام احمد رحمه الله میگه این کتاب امام دنیا قرار دادم. من خو از دنیا میرم، خب کتاب خود را امام قرار دادم تا اینکه به این کتاب چی شوه؟ رجوع شوه و این کتاب مرجع برای امت اسلامی باشه. و پسر خود عبدالله میگه این کتاب را نگه دار چون این کتاب امام امت است. و تا امروز کتاب امام احمد ابن حنبل یکی از مرجع علوم حدیث است که ما برای نقل احادیث به او کتاب رجوع میکنیم. بالاترین کتاب، نفیسترین کتاب در علم حدیث است. کتاب امام احمد را علمای حدیث احترام زیاد دارند و یکی از اصحاب برجسته علم حدیث امام احمد بود که حتی ایرا یکی از علمای اهل حدیث هم میخوانند، چون این شخصی بود که بیشتر سر و کارش در پهلوی ازی که به علم فقه بود و علم حدیث هم دستی بالایی داشت. امام احمد ابن حنبل علما و طلبه را بسیار زیاد احترام داشت، چون کسی که در مجال علم قدم میگذاره فرشته ها بال خود در تحت قدم از اونا هموار میکنه. پس ما نباید ما استاد شدم گفته و ما مثلا استاد پانتون هستم و استاد مکتب هستم و استاد مدرسه هستم، اهل علم و اهل طب و یا اهل قرآن را ما توهین بکنیم، تمسخر بکنیم که امروز متاسفانه در اکثر پانتونا اصلا طلبه و اهل علم با امرایشان خیلی برخورد زشت صورت میگیره، برخورد نادرستی صورت میگیره، در حالی که اونا در مجال علم گام میگذارن، در مجال تحصیل گام میگذارن، در مجال گام میگذارن که الله اونا را بزرگ میدانه، فرشته ها اونا را بزرگ میدانه، برای از اونا دعای مغفرت و بخشش میکنه، بال خود زیر پایشان هموار میکنه. نیت خود وقتی یک طالب علم اصلاح بسازه، الله وعده کرده که در به امرای 3 نوع افراد من کمک میکنم. یکی از 3 نوع افراد اهل طلبه است. کسی که بخواه در مجال علم گام بگذاره الله کمکش میکنه، الله وعده کمک کرده است. از خانه وقتی پای خود بیرون میکنه، پیش از اینکه قدم خود از خانه بیرون بکنه، الله بر گناههای از او قلم عفو میکشه. پس ما چرا با او برخورد زشت بکنیم؟ یکی از استادا در پاکستان میگن که از طرف شب شیخ الحدیث مدرسه، یعنی محتمی مدرسه، میامد کفش طالبا را با بالای سر خود در داخل سبد میگذاشت و این را پالش میکرد، دوباره آورده میگذاشت. طالبا وقتی صبح بیرون میشه که همه کفشا پالش شدگی، بالاخره تعقیب میکنن میبینن محتمی کلان و محدث مدرسه است. شیخ الحدیث میگه استاد چرا این کارو میکنی؟ میگه اصلا با تو کاری نباشه، تو در جای خودت باش، این وظیفه من است. پس وقتی کس میاد علم میآموزه، وقتی کسی میاد تحصیل میکنه، وقتی یک کس در این مجال، ما نباید استاد هستم و مثلا کلان هستم چطور و چیکار، اینا را اصلا حساب نکنیم، توهینشان کنیم، تحقیرشان کنیم، برخورد نادرست داشته باشیم. اما طوری که استاد بر بالای شاگرد حق داره، شاگرد هم بر بالای استاد
حق داره. پس باید هر دو حق توأم دوشادوش یکدیگر پیش بره. این به این معنی نیست که وقتی استاد احترام کرد شاگرد بگه والله صاحب استاد به من احترام کنه و انتظار بیشتر و بیش از حد داشته باشه. بر صورت امام احمد ابن حنبل استاد و علما را زیاد احترام داشت و طلبه و اهل علم را زیاد احترام داشت. عامل به سنت بود و می فرماید هیچ حدیثی را در کتاب مسند خود ننوشتم پیش از اینکه به او عمل نکرده باشم. اول سرش عمل کردم، بعد از او در کتاب خود نوشتم. کسی که خب معلوم است وقتی کسی که حدیث را می نویسه، حدیث را می خوانه، حدیث را حفظ میکنه، سرش عمل نکنه چی فایده؟ علم برای علم نه، علم باید برای عمل باشه. کسی که به سنت عمل نکنه، به سنت تمسک نجویه، بدون شک در پرتگاه هلاکت سقوط میکنه. پس امام شد به خاطر عمل، امام شد به خاطر تمسک به سنت پیغمبر امام شد. پس وقتی ما میخواهیم نام ما در طول تاریخ حفظ شود، پس به سنت پیغمبر باید عمل بکنیم. امام یکی از خصلتایش دائم قیام اللیل داشت. شبها تا به صبح در محضر پروردگار می ایستاد و الله را ستایش میکرد، به بزرگی الله را یاد میکرد. پس هر کس اگر میخواهد بزرگ شود با این دو چیز بزرگ میشه، با علم و عبادت. هم علم حاصل کرد، هم عبادت میکرد شبها را تا به صبح، هم تدریس میکرد، هم تعلیف میکرد. پس در کسی که این چهار خصوصیت جمع شود واقعا بزرگ است، همچنان بزرگ است. پس اگر میخواین همچنان بزرگ باشین، این چهار خصوصیت را در زندگی خود احیا بکنین: علم، عبادت، تعلیف و تدریس. این بود بحث کنونی. انشاءالله ادامه بحث ما در ارتباط این شخصیت عظیم تاریخ ادامه داره، اما در جلسه آینده از اینکه تا اینجا ما بودین از همه شما سپاسگزار هستم. تا دیدار بعد و برنامه بعد به الله بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدار.